کتاب نخوانی در ایران. بنابر اعلام نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، آمار سرانه مطالعه 75 دقیقه و 34 ثانیه محاسبه شده که 15 دقیقه و 17 ثانیه مربوط به کتاب، 43 دقیقه و 36 ثانیه روزنامه و 16 دقیقه و 42 ثانیه به نشریه خوانی اختصاص پیدا کرده که هر دو فضای مجازی و فیزیکی رو شامل میشه. حالا نکته مهم اینه که سرانه مطالعه یک شاخص جهانی است که تعریف مشخص و دقیقی داره. با این تعریف این شاخص تنها مطالعه کتاب، اون هم از نوع غیر درسی رو شامل میشه، یعنی نه مطبوعات نه سایت های اینترنتی و مجازی که در این سرانه همه این موارد اعمال شده بود. در یک سال گذشته هم سرانه‌های مختلفی برای مطالعه در کشور اعلام شد. حتی یک بار 15 دقیقه هم در این بین دیده شد و تا بالاخره مسئولان از 75 دقیقه کوتاه اومدن و گفتن سرانه مطالعه ایرانی‌ها 18 دقیقه و 47 ثانیه است که با یک حساب سرانگشتی و نگاهی به دور و برمون میتونیم قضاوت کنیم که این آمار هم نمیتونه نشون دهنده وضعیت امروز ما باشه. اما این اوضاع آماری مطالعه توی کشورمون بود. حالا یکم بریم سراغ بقیه دنیا. جالبه بدونید که کشوری توی دنیا هست به نام ایسلند که روی همه کشورها رو توی مطالعه و تالیف کتاب کم کرده. مردم ایسلند در سال 40 کتاب میخونند که بعد از کشور فنلاند با خوندن 47 کتاب در سال بیشترین مردم کتابخون رو دارند. و اما نکته مهم اینجاست که هر 10 شهروند ایسلندی در طول زندگی خود یک کتاب تالیف میکنه که بر اساس این آمار ایسلند بزرگترین کشور تولید کننده نویسنده در جهان محسوب میشه. اگه این نکته رو مد نظر داشته باشیم که فقط 100,000 نفر در ریکاویک پایتخت ایسلند زندگی میکنند، به این نتیجه میرسیم که 10,000 نویسنده در این شهر وجود داره و به همین دلیل خرید کتاب در ایسلند بیش از دیگر کشورهای دنیاست. مقایسه سرانه مطالعه ایران و کشورهای دیگه نشون میده مهمترین انگیزه که باعث میشه ایرانی‌ها سراغ کتاب نرن بی‌نیازی از مطالعه و حس دانای کل بودنه. اگه کلامون رو قاضی کنیم میبینیم که ما آدمای با اعتماد به نفسی هستیم و این روزها به دلیل حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت و مواجه شدن با اطلاعات حداقلی و پیامکی بیشتر از هر زمانی خودمون رو بی‌نیاز از مطالعه می‌بینیم. حالا هر قدر هم در آمارها خودمون رو خوب جلوه بدیم و آمارهای خوب و پرپیمونی رو ارائه کنیم. با این حساب ایران باید در رده‌بندی سرانه مطالعه جایگاه واقعاً آبرومندانه و قابل افتخاری داشته باشه. حالا کی و تو چه زمانی رو باید از خودمون بپرسیم؟ راستی